بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، من چیزی را که شما می پرستید نمی پرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما نیز چیزی را یا ذاتی را که من می پرستم نمی پرستید، ولا انا عابد ما عبدتم، و من پرستنده چیزی که شما می پرستید نیستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما پرستنده چیزی یا ذاتی که من می پرستم نیستید. لكم دینکم ولی دین. شما را دین خود و مرا دین خودم. سوره کافرون.